دوستای عزیز خیلی خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدم فروشگاه آیکیا یا حالا ایکیا که یک فروشگاه اصالتا سوئدیه و کل میشه گفت کل دنیا شعبه داره، که بیشتر شهرهای انگلیس شعبه داره، جایی که شما میتونید وسایل خونه، وسایل مربوط به آشپزخونه، هال، اتاق خواب و بیشتر وسایلی رو که واسه شروع زندگی اگه بخواید بخرید و اینجا میتونید پیدا کنید. بریم و با هم حالا ببینیم قیمت ها رو، با هم ببینیم، مقایسه کنیم. از اونجا که من خودم دارم خونه رو عوض میکنم گفتم بیام چه جایی بهتر از آیکیا که هم میتونه بهتون ایده بده، ایده خرید بده، ایده حالا بهتون طراحی بده که خونه‌تون رو چجور بچینید. حالا میریم و با هم میبینیم و امیدوارم که دوست داشته باشید. اگه این ویدیو رو دوست داشتید حتما لایک کنید و اگه تا الان هم صفحه ما رو سابسکرایب نکردید سابسکرایب کنید، نوتیفیکیشن هم روی آل بذارید که هر وقت که من ویدیوی جدید آپلود کردم خیلی سریع به دستتون برسه. آقا بیایید با فرش ایرانی شروع کنیم. ما اینجا فرش پرشین راگ دیدیم، اونم همدان. اصلا ذوق زده شدیم که حالت فرش دستباف ایرانی 550 پوند. اینم الان 350 کوچکتره، این 300 و 550 پوند. گرونه واقعا. ترکمن 550 پوند، 550. این کوچکتر هم هست که 50 پوند. 120 پوند ترکمن. 120 و این بزرگ این برم بریم ببینیم. $550 پرشین راگ. میدونید که پرشین راگ و پرشین کت این دوتا خیلی اینجا معروفه. گربه ایرانی و فرش ایرانی توی انگلیس واقعا همه میشناسن. $179 پوند. این شیر 129 پوند. سینک هم 279 پوند. خودن ایده بهتون میده که حالا خونتون رو چجور بچینید و چه وسایلی رو میتونید بخرید. الان این راحتی 3 نفره 1099 پوند. سوفا 3 سیت سوفا. خب بریم قسمت تخت خوابا و ببینیم قیمت ها رو. از این ور شروع کنیم که الان این حدود 409 پوند. آره 409 پوند فقط خود تخت. یالا تشک و بقیه چیزا که جدا باید پرداخت کنید. الان این بکنم آره 50 پوند، حدود 50 پوند میشون. حالا میزای کنار تختی اونارم که جدا باید بگیرید. اینم 399 پوند. این تخت هم از 169 پوند چوبی، همه دابلن. این خوشگله.
950 پوند. بعد این برم این الان این کمد 129 پوند. $299 پوند. هم 299 پوند، همه دابل هم. $369 پوند. اینجا ببینید چه جالب گفته اگه یک فلت یک خواب رو بخواید بچینید این وسایل رو لازم دارید دیگه. از تخت و وسایل آشپزخونه و اینا 0 تا 100 رو بهتون گفته که چه قیمت هایی میشه و کلا خیلی به خصوص اگه خونه خالی بخواید بخرید، خونه خودتون باشه بخواید بچینید، واقعا بهتون کمک میکنه. میز 149 پوند فقط خود میز. بازم اینور تخت خواب 199 پوند. خوبه واسه یه تخت خواب 199 پوند، ولی خب حالا گرون‌تر هم بخواید 549 پوند. $15 پوند. کلا تنوع قیمتش خیلی بالاست، هم میتونید جنس ارزون پیدا کنید هم جنس بالا گرون‌تر. این هم 499 پوند. خوشگل اتاق خواب 25 پوند. این هم که جدا جدا باید پول بدید. این دراورم که 120 پوند. ای 120 پوند کلش. این وسایل همه یک کد دارن، کدشون رو یادداشت میکنید و خودتون باید برید توی انبار بردارید و حساب کنید. یعنی بعد جالب اینه که کلا اینجا هر چی که بخواید بخرید همش جدا جدا، یعنی خودتون باید سرهمش کنید و کلی حالا معمولا یه دستورالعمل دارن هر کدوم از این. حالا کمدی بخواید بخرید، تختی بخرید و اینا خودتون داخل حالا کارتون بسته بندی بهتون میدن و میرید خونه دیگه سرهمش میکنید. میتونید بگید بیان واسهتون هم سرهم کنم، ولی خب حالا یک هزینه اضافه میگیرن. این آشپزخونه کلا بخواید اینا رو با هم واسهتون در بیارن حدود 8800 بود فکر کنم. 8800 پوند کل این آشپزخونه دیگه، از کابینت و میز غذاخوری و مابقیه چیزا که میبینید که خوشگله واقعا. این هم نمای کلیش. اینقدر پیچ در پیچه واقعا آدم گم میکنه. این تیبل هم که 70 پوند. اینا 7 پوند.
اگه دنبال حالا مبلای با کیفیت تر و خوبتر هستید، جایی که پیشنهاد میکنم توی انگلیس یکی SCS هست. اونجا حالا تخصصی کلا مبلمان و راحت و اینا زیاد داره، ولی خب یکم قیمت ها بالاتره، ولی خب خیلی موقع تخفیف های 50 تا 70% داره. وسایل خونه هم جای دیگه که میتونید بخرید و مثلا از اون چیزایی که خیلی آف خوردن اگه بخواید بخرید میتونید از کاسکو بخرید که میتونید وسایل زیادی پیدا کنید. خود آمازون کلی جنس ها هست که حالا هستن که آف میخورن، کل وسایل خونه میتونید آمازون بخرید، به خصوص روزهای خاصی مثلا بلک فرایدی و جاهای دیگه. اگه بخوام بهتون پیشنهاد کنم آرگوس هم کلی وسایل خونه و اینا داره که میتونید از تخفیف‌های اونجا هم استفاده کنید وسیله بخرید. حالا اینجا توی آیکیا تنوع قیمتش بالا پایینه، ولی خب اگه بعضی چیزاش واقعا گرونه که نمیصرفه و میتونی از جاهای دیگر با همین کیفیت شاید با قیمت پایین‌تر پیدا کنید و بخرید. چند میده اینو؟ 699 کریاس. خودتون هم میتونید که حالا هر چیزی که میخواید، مثلا میزی باشه، کمدی باشه و اینا، اینجا انتخاب کنید یا اصلا خودتون طراحی کنید، سایزش و رنگش و قفسه هاش و اینا رو کلا طراحی کنید و سفارش بدید که واسهتون بیارن، چون قطعات به صورت جدا جدا میاد، خودتون باید سرهمش کنید همونطور که گفتم. نظرتون رو راجع به قیمت ها بگید حتما. به خصوص مبلمان واقعا هیچ تصوری ندارم الان چند داخل ایران و احساس میکنم خیلی گرون شده باشه. اینجا خب معمولا یه حالا راحتی 2 نفره یا 3 نفره، چون حالای اینجا داخل انگلستان خیلی کوچیکه و اونجور نیست که بخواد حالا مثلا طرف یه 2-3 دست مبل و اینا بچینه. کلا یه خیلی هاشون هم حتی داخل انگلیس مردم کلا وسایل دست دوم میخرن، از این چریتی شاپ خرید میکنن و از این راحتی های از چریتی شاپ ها خرید میکنن و اونقدی حالا پول به این چیزا نمیدن. کلا اکثر انگلیسی اون چیزی که من تا الان فهمیدم اینه که کلا خونه و اینا زیاد واسه شون اهمیت نداره واقعا، حالا که بخوان، چون اصلا با هم اونقدی رفت آمد ندارن که بخواد حالا خونه‌هاشون خیلی بخوان زیاد خوشگل بچینن یا حالا وسایل خیلی شیک و در تمیز باشه. چیزی که
حالا بخوان خودشون استفاده کنن همونا رو میخرن و وسایل اضافی نمیخرن. واقعا بیشتر شاید پولشون رو صرف حالا خورد و خوراک و مسافرت و اینجور چیزا میکنن. اکثرشون اینجورن که من اون چیزی که فهمیدم اینه که بیشتر مایلن اون درآمدی رو که دارن واسه مسافرت و خورد و خوراک و تفریحاتشون خرج کنن و مثل ما ایرانی ها نیستن که کلی خونه همون اونقدر هزینه کنیم و کلی وسایل بخریم و اینا. نه، از این خبرها واقعا اینجا نیست، بیشترشون رو میگم. $1235. کلن حالا به طور کلی اگه بخوایم بگیم بیشتر انگلیسی ها پذیراییشون و آشپزخونهشون خیلی کم استفاده است، مگه مثلا مناسبت خاصی مثل کریسمس باشه، هالووین باشه که بخوان حالا روزای یک شنبه باشه که حالا بخوام مهمونی داشته باشن، اونم خیلی کم. معمولا اگه مهمونی داشته باشن میرن بیرون و حالا رستوران بیرون میشینن دوره هم. به این خاطره که معمولا حال و پذیراییشون بدون استفاده است و اونقدی وسایل داخل حال و پذیراییشون نیست. آشپزخونهشون هم همینطور، اونقدی وسیله و اینا، اون چیزی که تصور از آشپزخونه ایرانی و پذیرایی ایرانی دارید واقعا داخل خونه های ایران اینا نمیبینید. هم سایزشون کوچیک‌تره خونه هاشون وقتی نگاه میکنید و هم وسایلشون معمولا وسایل خیلی هاشون هستن که از چریتی شاپ ها خرید میکنن و تعداد وسایلشون خیلی کمتره. کلن اگه بخواید آیکیا، حالا این شعبه که شعبه گیتسد نزدیک نیوکاسل آدم بخواد ببینه شاید 2 روز کامل باید وقت بذاره و در پیش در پیچ و وسایل و اینا هست که فرصت نمیشه همه رو دید. این تیوی بنچ هم که حالا زیر تلویزیون 265 پوند، این بالای 220 پوند. $145.
60 پوند. این کلش 508 پوند تا دورش. من سعی میکنم که حالا بیشتر قسمت ها رو واسهتون بگیرم، حالا هر چقدر از ویدیو رو دوست داشتید ببینید و امیدوارم که بهتون کمک کنه توی طراحی خونه، حالا توی دیزاین خونتون و قیمت ها رو هم به دستتون بیاد که کلا چقدر هزینه باید کنید اگه بخواید یه خونه اینجا کل وسایلش رو از 0 تا 100 بچینید. ولی خب خونه های اینجا همونطور که قبلا هم گفتم معمولا هم فرنیش میتونید پیدا کنید، هم سمی فرنیشت و حداقل توی آشپزخونهشون یک گاز هست و خیلیشون هم حتی یخچال هست و اگه خونه فرنیش هم که بگیرید واقعا تخت و مبل و ماشین لباسشویی و کلیه وسایل هست. اون چیزی که من به نظرم خوبه اینه که بهتره وقتی که تازه میاد انگلیس تا حالا دستتون بیاد اینو که از کجا خرید کنید، چون واقعا اینجا اگه بدونید از کجا خرید کنید خیلی تفاوت قیمت هست و اولش با خونه فرنی شروع کنید، قرارداد 6 ماهه ببندید و بعدن که حالا دستتون اومد هم میتونید یه جای خوبتر با توجه به حالا اون چیزی که دوست دارید پیدا کنید نزدیک محل کارتون و بعد از اون میتونید حالا وسیله بخرید و حالا جا به جا بشید. Hang on, 1, 2. Yeah, exactly. Yeah. This is a fun game. 1, 2. چی؟
روزا چنده؟
Lepiej tamtą, tam tak czuję 258 kiedy. Tak czuję 200. A to jest tutaj sprawa. اینا همه 75 پنس.絶対嬉しいんだ。
من سعی کردم بیشتر قسمت ها رو دوستا واسهتون بگیرم. اینجا هم دیگه پایین میایید قسمت انباره. حالا وسیله رو که بخواید اینجا به صورت بسته بندی شده هست و با خودتون برید پیدا کنید و برید حساب کنید و خودتون سرهمش کنید.